سومین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه پس از 7 روز امروز پایان یافت. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفتند که در طول 7 روز گذشته 700,000 تن از این نمایشگاه دیدار کرده، بیش از 70 میلیون افغانی فروشات صورت گرفته و به ارزش بیش از 50 میلیون دلار نیز قراردادها میان شرکت‌های داخلی و خارجی به امضا رسیده است. در کل در سطح این نمایشگاه در طول 7 روز ما به ارزش بیشتر از 70 میلیون افغانی فروشات داشتیم. 324 قرارداد داخلی بین شرکت‌های داخلی ما به امضا رسید که به ارزش بیشتر از 60 میلیون افغانی و همچنین شرکت‌های خارجی ما که در روز دوم نمایشگاه ما یک کنفرانس تواصل تجارتی در هتل سیرنا داشتیم. در اون کنفرانس هم یک قراردادهای بی تو بی که صورت گرفت، قراردادهای زیاد به امضا رسید که تقریبا به ارزش 50 میلیون دلار بین شرکت‌های افغانی و شرکت‌های کشور محترم دوست برادر ایران و در کشورها به امضا رسید. در مراسم اختتامی این نمایشگاه برخی از مسئولان حکومتی بر روابط اقتصادی بیشتر با کشورهای همسایه منطقه تاکید کرده و از جهان خواستند تا پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد سازند. اسلامي امارت په افغانستان کې د صنعت د پیاوړتیا او د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړی. په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې فرصتونه شته. هیلهمن یم چې نړیوالې کمپنۍ او پانګوال له دې فرصتونو څخه استفاده وکړي. انکشاف متوازن یکی از آجنده‌های اصلی اقتصادی امارت اسلامی هست. هدف است که هیچ نقطه افغانستان از نظر اقتصادی، از نظر معیشتی محروم باقی نماند، بلکه توسعه و انکشاف متوازن در تمام ولایات و مناطق افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیرد. پل‌های منجمد ما را از اتحادیه اروپا، از سایر کشورهای که در این دیپلمات‌های کوردیپارتیک شده آرزو داریم که در این برنامه ما همکاری کنه. پول منجمد شده افغانستان باید هرچه آزاد شود و به دسترس مردم افغانستان که وارثش افغانستان بانک است باید داده شود تا ما بتانیم از او پول‌ها به خاطر پیشبرد افغانستان باید کوشش بکنیم. با این حال برخی از غرفه‌داران با رضایت از فروشاتشان در این نمایشگاه از حکومت فعلی خواستار برگزاری چنین نمایشگاه‌ها به صورت دوامدار شدند. فروشات ما شکر بسیار خوب بود. ما برای مشتری افریقایی فروختیم، برای عربی فروختیم و یک چند تا افغانی بود که در جرمن روان میکرد، در اونا فروختیم. ما خاص ما می است که مثل نمایشگاه نمی که مشتری خارجی هم بیاین، زیاد بیاین، بازی نمایشگاه ها زیاد برگزار شوند زیاد. حالا بازدید مردم خوب بود. در همچین نمایشگاه ها مردم علاقه بسیار زیاد دارن که در همچین نمایشگاهاش اشتراک کنن، چون ما نمیتونیم تمام محصولات خدمات خود نه تنها شرکت ما، تمام شرکت ها نمیتونن فقط از طریق صفحات اجتماعی و رسانه ها به معرفی کنن. با برگزاری همچین نمایشگاه ها میتونیم به نقاط دوردست افغانستان و همچنین مردم که زیادتر به رسانه ها و صفحات اجتماعی دسترسی ندارن از طریق همچین نمایشگاه ها میتونیم محصولات و خدمات خود به اونها هم عرضه کنیم و اونها را هم با خبر بسازیم. بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری، محصولات تجار و سرمایه گذاران در 700 غرفه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود که حدود 125 غرفه آن مربوط زنان می شد. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.